سلام به همه دوستان کریپتو. بنده تاها هستم. امروز یک تحلیل دیگه از مارکت کریپتو رو در کنارم دیگه خواهیم داشت. میخوام ببینیم آیا این اصلاحی که داره مارکت میکنه یک اصلاح معمولیه در جهت حرکت سعودی، یا اینکه یک اصلاح عمیق در بازار کریپتو خواهد بود. بزن بریم. خب دوستای عزیز، ما اینجا چارت بیت کوین در تایم فریم 4 ساعته رو داریم. همونطور که در تایم فریم دیلی زیاد اتفاق خاصی نیفتاده، همچنان رنج در تایم فریم 4 ساعته هم زیاد اتفاق خاصی نیفتاد. قیمت به سمت بالا حرکت کرد و داخل رنج داره حرکت میکنه. انتظاری که خب داشتیم اینه که همچنان به محدوده های بین 114,000 تا 115,000 دلار در مرحله اول و در مرحله دوم 110 تا 111,000 دلار برسه. اگه مارکت از همین محدوده اول، محدوده FVG که اینجا قرار داده، بخور و حمایت بشه، خب میشه انتظار داشت یک سقف برابر یا حتی یک سقف بالاتر از بیت کوین رو داشته باشیم. ولی اگه از اینجا حمایت نشه و از دومی حمایت نشه، محدوده بین 109,000 دلار محدوده ای هستش که اگر به زیرش نفوذ بکنه میتونه روند بلند مدت دیلی ما رو به خطر بندازه و خب اونجاست که دیگه فکر میکنم بریم برای اون اصلاحی که داخل ویدیوهای قبلی با هم دیگه صحبت کردیم در تایم فریم های بالاتر. ولی فعلا جای نگرانی نیست، چون ما در روند کاملا صعودی قرار داریم. تا الان بریم یه بوکمپ بیت کوین رو یک نگاهی بندازیم. همونطوری که به وضوح دیده میشه، ما نقدینگی بین 115,000 دلار، یعنی محدوده 115,000 دلار، یک نقدینگی فوق العاده زیادی قرار داره. نقدینگی که بهتون قول میدم در تایم فریم های کوتاه‌تر خواهیم رسید. همچنین متاسفانه نقدینگی بین 112,000 دلار هم داره به وضوح دیده میشه. نقدینگی که در این قله اینجا قرار داره، من میتونم اینو بیارمش بذارمش روی این قله و این قله پایین ترش. خب و این محدوده ها رو اگه ببینه بعد بره سمت بالا، خیلی جذابیتش رو زیاد میکنه، چون میتونه یک سوختی باشه برای حرکت بعدی بیت کوین. ولی اگه اول بخواد نقدینگی 122,000 دلار رو برداره، فکر میکنم یک دابل تاپی رو اینجا شکل بده و بعد یک اصلاحی رو داشته باشیم. بریم سراغ اتریوم پرچمدار آلت کوین ها که این چند روز همچنان رنجی داره ایجاد میکنه. ولی خب در تایم فریم 1 ساعته به وضوح دیده میشه یک چنج آف کاراکتر داره ایجاد میکنه. اگه محدوده 3,630 به پایین شکسته بشه، خب الگویی که اینجا داریم فکر میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایجاد بشه و به دو محدوده حساس برای اتریوم برسیم که اگه محدوده حساس ما، اولین محدوده که میتونیم واکنش داخلش ببینیم، محدوده 3,400 دلار تقریبا میشه گفت. محدوده دومم 3,100 خورده دلار هستش و اگه ما در این محدوده ها بتونیم یک واکنشی رو ببینیم، انتظار رسیدن به سقف مارکت وجود داره. البته دوستان دقت داشته باشید، ما اینجا یک مقاومتی رو داریم که یه بار خورده و هولوش 27%، 29، 30% اصلاح کرده. یه بار دیگه خورده هولوش 48% اصلاح کرده. یه بار دیگه خورده 66% اصلاح کرده و خب میتونه یه بار دیگه بخوره و هولوش
کمتر از 40%، یعنی 30% اینها یک اصلاحی داشته باشه. اگه همچنان این سطح خودشو نشون بده، اما میتونیم انتظارش رو داشته باشیم که به سمت خیلی اهداف پایینتر حرکت بکنیم. این الگو یک اصلاح، پولبک، ریزش، اصلاح، پولبک، ریزش. در برگشت قیمت ما پولبک رو رد کردیم و در محدوده سقف قرار داریم. ما الان پولبک رو رد کردیم و در محدوده های سقف قرار داریم. اینجا اصلا زیاد جذابیت خرید نداره، مگر اینکه ما خب اصلاحاتی رو داشته باشیم. محدوده خیلی جذاب ما محدوده 2800 تا 2900 دلار خیلی محدوده جذابیه و خب یک FVG هم اینجا به وضوح دیده میشه. FVG اگه بخوایم بکشیم این کندل تا این کندل به این صورت میشه. این میشه FVG دوم ما که 50% این FVG میتونه محدوده جذابی برای خرید باشه. محدوده 3200. البته دوستان فعلا دست به عصا حرکت بکنید. خب این دوتا محدوده که کشیدیم محدوده خیلی جذابی برای خریده و میتونیم در این محدوده واکنش هایی رو ببینیم. در تایم فریم 4 ساعته ما همچنان بیایم زیر محدوده، من اینو با اینجوری بکشم، محدوده 3528. اگه بیایم زیر این محدوده خب یک چنجی هم در تایم فریم 4 ساعته رو میتونیم ببینیم که اون موقع است که یکم اهداف پایینتر محتملتر میشه. و در زمانی که ما بالای محدوده قرار داریم همینجا مدت زمانی رو بازی بکنیم، میشه گفت میتونه این اصلاح و زمانی طی بکنه. یعنی خب ما بیایم به این صورت عملهایی رو داشته باشیم، زمانی اینجوری بالا پایین شیم، فقط یک رنج رو ایجاد بکنیم که این رنج ایجاد کردن اتریوم باعث میشه که دامیننس خود اتریوم یک مقدار اصلاحی رو بده که این اصلاح دامیننس اتریوم باعث رشد بعضی از آلت کوین های لایه 2 خودش خواهد شد. و خب فرصت های خرید کجاه دوستان؟ فرصت خرید فعلا مشاهده نمیشه و خب فعلا انتظاری که دارم خودم اینه که صبر بهترین خرید الان برای ما و ما صبری رو داشته باشیم تا به محدوده های پایین برسیم. محدوده خرید اولی که میتونیم داشته باشیم محدوده 3600 دلاره. محدوده اولی که میتونیم واکنش رو داشته باشیم. محدوده دوم 3500 بذاریم جذابیت بهتری داره. 3500 دلار. این محدوده اینجا میتونیم گفت یک محدوده خرید میتونه باشه، ولی خب محدوده خیلی جذابی که فکر میکنم بهش در آینده خواهیم رسید 3222 هستش و خب محدوده ها محدوده جذابیه. سوال آیا سل بگیم داخل مارکت یا خیر؟ چون روند خیلی سودی اکید بوده ما خب انتظار اصلاح تا اینجا داریم، ولی شاید یک بالای دیگه بزنه. و خب سلام اگه خواستید بگیرید میتونید در پول بک ها بگیرید سلا رو. مثلا خودم داخل بیت کوین نیوز داخل این باکس یک سلی گرفتم ولی زود بستمش، چون انتظار رشد عجیب غریب رو میتونیم بازم داشته باشیم از مارکت، ولی خب جذابیت خرید ندارن این دوستان فعلا در این محدوده. دامیننس بیت کوین رو مشاهده میکنیم. خب دامیننسی که بسیار جذاب داره و سمت پایین حرکت میکنه.
تمام مقاومت های ما رو شکست، تمام حمایت های ما رو شکست و همهشون تبدیل شدن به یک مقاومت که مقاومت اصلی ما محدوده قرمز دوم هستش و خب انتظار داریم به این محدوده واکنشی رو داشته باشیم و محدوده نهایی که من برای دامیننس تت در نظر گرفتم محدوده بین 3.7 تا 3.96 هستش که محدوده که میتونه مارکتمون رو یک اصلاح فجیح عمیقانه ایجاد بکنه. باید صبر کرد و این هفته های دیگه به چه صورت کندل بسته میشه. خب دامیننس بیت کوین رو مشاهده میکنیم، یک خط روند خیلی قدیمی از سال 2022 رو ما داریم. خب هر بار که به این خط روند خورده یک واکنش مثبتی رو داشته، یک واکنش مثبتی هم اینجا داشته و خب اینجا هم همونطور که مشاهده میکنید یه واکنش مثبتی رو داریم در تایم فریم ویکلی، ولی خب باید صبر کنیم تا 4 روز آینده این میتونه یک رشدی رو داشته باشه، یعنی که میخواد این خط روند رو بشکنه که این خط روند اگه شکسته بشه خب میتونیم به قطع بگیم ما وارد آلت سیزن سال 2025 شدیم. در تایم فریم دیلی خب یک کندلی زد که نتونست کندل قبلی رو اینگولف کامل بکنه و اگه بتونه این کندل رو اینگولف کامل بکنه خب بیاد بالای این باکس قهوه‌ای ما قرار بگیره، میتونیم یک اصلاح و محدودهای 62% داشته باشیم و اگه از اونجا هم مقاومت ایجاد نشه و نریزه میتونیم گفت تا محدودهای خیلی بالاتر هم میتونیم حرکت بکنیم، حتی که قدیم ایجاد کردیم و خب حرکت رو داشتیم. توتال خب همچنان در بالای محدوده سقف قرار داده، ولی خب این بالایی که قرار داره خیلی بالای بدیه حقیقتا و خب یک ضعف روند شدید رو داره به ما نشون میده. همچنین توتال دو حتی به سقف هنوز نرسید، محدوده سقف خودش در اینجا قرار داره و خب محدوده که میشه انتظار واکنش خیلی منفی رو ازش دید. توتال 3 اس همچنان در محدوده مقاومتی ما قرار داره و خب یک اصلاح و بده میشه انتظار رشد شدید و ازش داشت. خب اگه رشد توتال 3 رو ما بتونیم ببینیم میتونیم رشد تمام آلت کوین رو ببینیم. سولانای $200 رو مشاهده میکنیم که سولانایی که دیروز مارکت خیلی جذاب عمل کرده. خب دیروزی که همه مارکت منفی بودن سولانا مثبت بود و خب قدرت سولانا رو به ما نشون میده. تارگت اولش محدوده $250 هستش، تارگت دوم $350 هستش، ولی خب سراش یک سقف $250 خیلی قوی قرار داره و این سقف میتونه جلوی رشد رو یک ترمزی براش ایجاد بکنه. همچنان خودم منتظر پول بک در سونا تا محدوده $188 هستم. وقتی که به این محدوده ها برسه انتظار رشد رو ازش داریم، یک پوزیشن بای در این محدوده قرار میدیم. XRP همچنان در محدوده بالای سقف خودش داره بازی میکنه که خب این خیلی جذابش کرده و خب اینجا یک رنجی میتونه ایجاد بکنه بالا پایین و از هر طرف شکست میشه گفت میتونیم ما یک خرید جذابی رو داشته باشیم. باید این باکس شکسته بشه. آدا
آدا داره حجم جذابی بالای سقف قبلی میخوره و خب میتونه یک اصلاحی رو به ما بده، چون وقتی بالای سقف داره حجم میخوره چرا نمیری بالاتر؟ و خب میشه گفت یک سیو سودی در قیمت داره ایجاد میشه و میتونه یک اصلاحی رو داشته باشه. لایت کوین، ارزی که در صورت پولبک به محدوده سبز رنگ اول انتظار خب رشد خیلی جذابتری رو ازش دارم و محدوده $138 ازش خارج خواهم شد. لینک لینک خیلی ارز جذاب فاندامنتالی داره و از دیدگاه آنچین هم در موقعیت خیلی ارزنده قرار داره. انتظارات خودم اینه که محدوده های $18 پول بک بزنیم و بعد بریم برای رشدهای عجیب غریب تری از لینک. ولی خب در تایم فریم دیلی و خب نمیشه همین فردا انتظار اینو داشت. دوج هم داره خب اصلاحش رو میده، محدوده که قرمز رنگ اینجا که الان تبدیل به سبز میشه محدوده ای میتونه باشه برای خرید اثبات حتی به نظر بنده تا محدوده های سقف خودش حرکت بکنه. در تایم فریم 4 ساعته هم خب در کف این کانال سعودی قرار داره و این موقعیت رو پاک میکنم فعلا. محدوده 23 سنت و 21 سنت، 22 سنت البته، 22 کنیم که خدا خوشش بیاد. 22 سنت محدوده ای که میشه گفت برای خرید جذابیت خیلی بیشتری رو داره، چون اگه این روند این کانال نزول ابهام شکسته بشه ما تا این محدوده میتونیم بیایم پایین و خب این محدوده 22 سنت جذابیت خیلی زیادی رو برای خرید برای ما داره. خب ارز پیور، ارزی که معرفی کردیم همچنان در محدوده کف قرار داره. اگه دوباره به این محدوده کف یک پول بکی دیگه بزنه میشه انتظار رشد خیلی جذابی رو از این ارز داشت. همچنین میشه گفت یک پله در اینجا و خب پله بعدی در محدوده خیلی ارزنده تره اینجا میتونه برای ما باشه و خب رشدی که میتونه خیلی جذاب برای ما باشه. رشدی که میتونه 70% در پله اول و پله دوم 130% ما بده. زد کی، ارزی که خب معرفی کردیم مقاومت اول واکنش مثبتش رو داد، همچنان فرصت رو من داخل این موقعیت در این محدوده اینجا میبینم. به این محدوده برسه جذابیت خرید خیلی زیادی داره برای ما. خب تا محدوده سقف این کانال اگه حرکت هم بکنه 40% در تایم فریم 4 ساعته و خود در تایم فریم دیلی اصلا یک عدد عجیب غریبی رو به ما خواهد داد. وای اف ارزیه که الان در کف بود و خب محدوده 6100 دلار رو به سمت بالا بشینه انتظار رسیدن به سقف و ازش داریم و خب یک تارگت 118% ارز اس دیروز در تایم کوچیک ازش یک نوسانی گرفتم و خب باکس مثلث ما رو شکست. در پولبک اول یک واکنش خوبی رو داد و خب یک سود 1/4.5 رو به من داد
و خب این من میبندمش در تایم فریم بالاتر برای اثبات. برای اثبات این باکس سبز اول خیلی جذاب هستش. اگه برسه اینجا ما یک واکنش خیلی سعودی و بولیش رو میتونیم در این ارز ببینیم. ارزی در کف مارکت خودش قرار داره، به سقفش که فکر نمی کنم برسه، ولی خب میشه تا سقف قبلی کوتاه مدتش برسه. رشد 170% رو ازش ببینیم. ارز بانک ارزیه که داخل یک باکس قرار داره دوستان و چنل خب داخل این باکس قرار داره دوستان و باید صبر کرد بالای اینو بزنه، اینجا رو بیاد اینجا برسه و خب اینجا تثبیت بده. بعد ما میگیم یک مثلث، یک مستطیل دیگه میتونیم به سمت بالا بیایم و خب محدوده 23 و 12 میتونهش تارگت خوبی باشه، ولی خب باید صبر کرد حداقل چند روز این بالا تثبیت بده، چون اگه میخواد دوباره مثل اینجا عمل بکنه خب 80% منفی میتونه بهتون بده. باید صبر داشته باشید دوستان. الان مارکت در جایی که فقط صبر نیاز داره و باید فقط صبر کنید فعلا و نباید وارد معاملاتی بشید که متزلزل بکنه شما رو. اگه همین اتریوم اگه بخواد یک اصلاحی بده، یک اصلاح خیلی معمولی بده در تایم فریم ویکلی، خب میتونه حداقلش جو محدوده نیمش بیاد پایین. محدوده نیمشه 2300 دلار و خب $2300 یک اصلاح خیلی عجیب غریب 40% اصلاح برای اتریوم و خب 40% اتریوم میشه 400%. آره 400% دیگه، 100% ارزهای دیگه ما 100% که نداریم، ولی خب 40% 50% هم اونو بدون اصلاح خواهند داد. ولی خب اگه بخواد خیلی خوشبینانه مثلا واکنش ما ببینیم ازش، میتونیم محدوده 3.82 رو باز بکنید. خب تا محدوده $2600 هم میتونه یک اصلاح بده، یک اصلاح 30%. و خب این منطقی تره حتی. و محدوده 272 فیبو که محدوده $2900 هستش. خب اگه بخواد اینجا واکنش بده، اینم 20% و خب این محدوده اینجایی که الان بهتون گفتم یک محدوده ای هستش که فوق العاده میشه برای خرید اثبات حتی دوستان. میتونیم خرید خیلی جذابی رو داشته باش. خب رفقا اینم از تحلیل امروز. اگه تا اینجا ویدیو با من بودی یه لایک محکم بزن که حسابی انرژی بگیرم برای فردا. توی کامنت ها حتما بنویس کدوم ارزو برات تحلیل بکنم. نظرت خیلی برام مهمه. تا ویدیو بعدی پرسود و پرقدرت باشی رفیق. خدا نگهدارت.